با نام خدا و با عرض سلام احترام خدمت شما دوستای نازنین خوشحالم که یک روز دیگر فرا رسید از ماه مبارک رمضان از برنامه افطاری که در خدمت شما باشیم. دوستای نازنین سابسکرایب، لایک، شیر ایات شما نره، کانال هرات برگ فراموش نکنیم. ما به حمایت شما نیاز داریم دوستان، نمیگیم با ما پول بدیم، فقط لایک بکنیم، سابسکرایب بکنیم. کانال هرات برگ در خدمت شما هستم. برنامه رمضانی افطاری، گزارش، نمایشنامه در خدمت شما هستیم. میریم دوستای نازنین، میریم که مسلمانان که روزه دارم چی رقمه و از و کاروبار اینا همراه ما باشید. اجلال سلام. سلام علیکم. ساعت شما خوبه؟ الحمدلله شما. زنده باشیم. گپ بزنیم که خود ماه مبارک رمضان اشتنیم. الحمدلله بسیار خوب، بسیار با نیروی قوی ان شاء الله روزه میگیریم. خب گرمی برای شما تاثیر هم کرده؟ هوا گرمه، بالاخره الله جل جلاله صبر میده و سپری میشه ان شاء الله. بیشک. کاروبار شما چیه؟ میگذره، راضیم از پروردگار، اون چیزی که نصیب باشه ان شاء الله خداوند پاک میده. بسیار خوب. از چند سالگی شروع به روزه کردیم که روزه میگرفتیم؟ ان شاء الله از 10 سالگی ان شاء الله روزه دیگه چی نکنیم. خب به دم شیشتیم او وقت یا به شهر؟ به دم شیشتیم، باز مهاجر شدیم به ایران، رفتیم باز 7-8 سال به ایران بودیم، بعد از اون پس آمدیم به افغانستان دیگه تا بالا خواهیم جهت. بسیار خوب. به می دیا شما رسم و رواج بعد از افطار چی بودک؟ همین رمضانی چی شکلی بودک؟ رمضانی خب حساب رمضانی بود، شب‌ها که میشد بعد از افطار اینا جمع میشدن بچه‌ها میرفتن از این قریه به این قریه و به همون قریه خود ما به حساب چی میشدن و رمضانی میرفتیم. بسیار یک برنامه خوب بود، برنامه خوب. شما هم برفتیم؟ بله برفتیم. خب سرگروپ بودیم یا نه؟ نه ما وقت به حساب خودتر بودیم و سرگروپا دیگه کسا بودن. بعضی جاها میرفتیم به سر ما آب میریختن و بعضی جاها میرفتیم مثلا چیزی میدادن، باز میرفتیم به یک دکان دور به حساب خرید میکردیم. بسیار خوب. به رمضانی خود چی جلب میکردیم دم سرا؟ امیر رمضان یا رب رمضان. مثلا اشته بیننده انتظار دارن که شما حل دسته. حالا ذهن من نیه به حساب ذهن من. امیر کوبو گفتم همین دو کلمه رو چی شکله؟ رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. همین دیگه. خب باز چی میگفتیم که سالت او میریختن؟ میگفتن یا جواب یا سوال یا سالت یا میشم پول ما یک سنگ پایمان. همین سنگ پایمان یعنی چی؟ سنگ پنجمان خود در اصل به حساب سنگ نام سنگ است و در چی میشه، اما او سنگ پنجمان نمینداختن، یا سطل او مینداختن یا بالاخره یک ترتیبی به همین مدتی که شما به رمضانی میرفتیم هیچ چی سنگ پایمان ننداختن؟ سنگ پنجمان اگر مینداختن خب ما الان وجود نداشتیم دیگه. چرا پس پان شما نرم شده؟ از او وقت نیه. بسیار خوب. شخصای آمدم خونی شما آمدم به رمضانی، یک چند تا طفلا بیدم یا جوانا، هجی والده یا هجی پدر شما پول دادن به دست شما که ببریم بدیم به دست رمضونیا، شما اونا رو چکار کردین؟ خبر قالک کرد بز اینا آوردیم یا نه بدادیم؟ نه دیگه ان شاء الله همون چیزی که بودم برای از اینا برسوندم بدادم، بسیار با خوشحالی همراه از اینا شدم و این برنامه رو انجام. یعنی کسی که ندید قایم نکردید؟ چند ور داشتیم؟ نه دیگه ور نمیداشتیم، باز همونجا پس به همراه از اینا که میرفتیم. نه دیگه کس که آماده باشه تیم شما رو نمیگم. اصلا به قریه که بود تیم هم یک تیم میشدیم، هر جا که میرفتیم به حساب او باز پس مشترک میشدیم و گردش خوب میکردیم ان شاء الله. باز اون هم چیزی که بود از همه بود. بسیار خوب. خاطری چیزی هم داریم؟ خاطر یک روز به حساب البته شب دیگه رفتیم به یک منطقه به حساب اونا خیمه ها بود، از قریه به حساب برفتیم به خیمه ها. از خیمه ها وقتی که ما به چی رفتیم از بالای خیمه سطل 2 غیر به سر ما به حساب چی کردن. یعنی اون خاطره هیچ وقت از یاد من نمیره که سطل 2 غیر، چون اینا مالدار بودن و گوسفندری داشتن اینا، اما سطل به حساب از مشک پر از دوغ کرده بود، از بالا ریخت به سر ما و به حساب هیچ وقت از یاد. یعنی او نبوده که دوغار ریختن؟ دوغار ریختن بله. بسیار خوب. خوشحال شدیم از دیدن شما. موفق باشین. بخیر باشین. زنده باشین. دوستای نازنین یک چند قدم دیگه هم خود شما یه بر میریم، ما رو همراه باشیم، حواس شما باشه دیگه، بالاخره ما فراموش نکنیم. در کنار یک برادری هستیم که شما بچری از اینا آشنایی دارین که یکی از هنرمندای همه ولایت هرات هم در بخش
چند سریال اینا همکاری کردم، واقعا نقشه خوب بازی کردم. نام شریف از اینا را از زبان خود از اینا میشنویم که برای شما بگم. سلام داریم قربان شما، خوب هستین ان شاء الله؟ بخیرین؟ خیلی خوش آمدین به بازار. نیم جان قند اسمم جعفر هاشمی هستم. دیگه همکار با شما دوستان هنرمند. زنده باشیم، سلامت باشیم. زنده باشیم. خود ماه مبارک رمضان اشتنیم. به خدا ماه مبارک از به فضل خدا سپری میشه. دیگه روزام چیزی نبود، هوام سرده. حالا فعلا چیزی هم برای افطار نمونده بخیر. طرف خونه روانم که بخیر افطار آمده، دیگه افطار بگیریم بخیر. از صبح دکون بدیم. از صبح سرکار بریم. خب این روزا کاروبار شما چی رقمه؟ ایدی چیزی میبرن که برات گل خمچی چیزی بیاین؟ به این روزا چرا نه؟ به روزا وقتا به حساب گلسازی ها که هست از دوم عید، از دوم روزه به حساب تا آخر وقت عید که هست اینا کار از اینا همیشه دوام دارن. ولی به این روزایی که هست فکر نکنم نه، از دوم عید کار همه دکاندار شروع میشه. فکر میکنیم امروز دوم نیه؟ چری از دوم از بیستم بسیار باشه، از بیستم داشوی که بمونه به عید بمونه کاروبار همه که برادرها شروع میشه از دکان که تا چند یعنی یک شب به عید بمونه هست کار؟ فقط ما مردم عادت داریم که همیشه صبح اگر عید باشه هم امروز میایم برات خرید. بسیار خوب. شلوغ میشه دکانا، شلوغ میشه، نمیفهم چی بستونم، چه کار بکنم، چی تحت انتخاب نمیتونم چیزی از انتخاب کنم. اگر دو روزی مثلا جلوتر اینا برات کار خوبی هم میشه، همه چیزی میشه. بسیار خوب. این روزای از اون روزا شده باشه که شخصا یا دومات یا خسور فلان یک کدومی بودم به داخل دکون شما واسه سبا عیده جنجال کرده باشم که یک روز دیگه مونده ما چه کار کنیم، به داخل دکون شما این جنجال فیصله کرده باشم؟ خب من همین گپار گفتم نمیجونم وقتی که اینا فقط یک روز که اینا میفهمن که به عید میمونم جنجالا از اینا از می واسه ور میخزه. نه هدف یعنی منظور شما رو بگرفتم، هدف من فقط به داخل دکون خود شما نه. به داخل متولی کار نشده نه اصلا نمیدیم. باز که کار باشه باز به طرف باز با هم دیگه میشونیم، باز قناعت میدیم اینا. بسیار خوب. خب یک دونه گل یا به خسرونی میبرم یا به حساب دیگه چی میگن گل خاصگری همینا از چند تا به چند شما دارید؟ نمیدونم گل خاصگری که هست از می 150 روپیه گرفته میده بریم بالا تا 5000 6000. یک جوی شیرینی مثلا بدم 80 روپیه، برو از یک شاخه یک گل کار میشه اون میبرم مثلا میتونم خاصگری 5000 روپیه گل هم میتونه ببره به خاصگری، همون 150 200 هم کارم خاصگری میچرن، همون 6000 هم که بده هم کار خاصگری میشه. به نظر شما یک شخصی بیامده به خسرونی بیبیمه، من به می دومات گل چندیر بگم که به می بیبی مسکین ما کم نیاید. من اگر به نظرم از من صلاح کنیم گل 2.5 برای ببرم. یعنی بیبی می 2.5 ارزش داره. 2.5 روپیه ارزش داره. بیبی می 2.5 روپیه فقط گل 2.5 برای از او ببرم. بیبی نفری شروع کنه. نه نفری نمیکنه، بیبی مرا میشناسه. خب اشته شما 2.5 ما 2.5 چون بیبیه. قدیفی سر بیبی معذری پروا نداره، او گلی که بعد پیش بیبی 2.5 بگذاریم و 2.5 برای او گلیه. یعنی هم فیلم که شما فیلم بزنید. خب مگر دیالوگ خود تفریح کنید. تیار خوشحال باشید. قربان شما موفق باشید. السلام علیکم. سلام. ساعت شما خوبه برادر؟ بله ساعت شما خوب. زنده باشیم، سلامت باشیم. نام شریف شما؟ میرزا جان. بسیار خوب. اینجا شیشته؟ بله. اینجا شیشته؟ همین در دکان شیشته دکان بستم. دکان شما نه؟ بله. خب چی میفروشیم دکان؟ کیف مکتب میفروشیم. خب مکتبا کو چند روز تیر شده؟ خداگاه شیشته ایم دیگه چیکار کنیم؟ همین کسبمونه، وظیفه‌مونه. خب این سال به 12 ما کیفا میچله. دیگه میچله نه میچله مجبورن که همین کار مونه دیگه کار کردن. هم یک شخصی که یک دونه کیف بیای به خوبم یک روز بخره امون تا سال دیگه خب اینا البقیو چیکار میکنه؟ خب باز مردم دیگه هم هست میخره، هم یک نفر نیست. اونا برای چی میان؟ بعضی برای مسافرت هم میبره، برای حموم دیگه، برای چیزا هست. کیف سفری و مکتبی اینا هم مداره. بسیار خوب. این روزی بود شده باشه که از صبح به می ماه مبارک رمضان دکان وا کردیم تا بشوم اصلا دستلاف نکردیم. نه خدا شکر تعالی تا روزی نموده. خب چند کرام میده؟ خود کرایه نمیدم، دامسای 30000 کرایه میده. خب کچر شما از خود مونه. الهی شکر، بازم شکر کمی دکون هست. بسیار خوب. کاروبار چی رقمه؟ خوب بعد نیم مثل به سالا دیگه نیم، روزگار تیر میشه. خب همین روزه چند فیصد برای شما تاثیر کرده از بابت تشنگی گرمی؟ گرمی سال هیچ تاثیری نکرده. چرا؟ هوا خوبه، هوا خیلی گرم نیه، هوا خیلی معتدله.
دیگه تاثیر نمیکنه روزه انسان. حتما. اگه 60 روز بودی همین 30 روز شما پی در پی میگرفتین؟ بله امر خدا دیگه اگه سال همی بود میگرفتش. الهی شکر. بسیار خوب. ان شاء الله ایمان قوی داریم. همین روزه گرفتن به یک انسان روزه گرفتن به وجود چقدر فایده داره؟ خیلی هم فایده داره. خیلی هم ما خو حساب مردم دکتر نیمونده به معده خیلی فایده داره. چربی انسان رو او میکنه. روزه خیلی هم فایده داره برای هر انسانی که روزه بگیره. بسیار خوب. به این مدت سند خو که شما روزه میگیریم یک روزی که به قسطن خورده باشیم بوده؟ نه دال خونه بوده شکر. نشده. نه. یک شخص شما میبینیم جوانه، وجودی هم سالم از هیکل معلوم میشه، یا سیگار میکشه یا یک چیزی میخوره، به خود شانی هم میدونه. شما به حیث یک جوان چی گفتنی دارید؟ خب من برای این برادری که میاد سیگار میکشه عملگی داره همون کار نکنه. چرا که هم سیگار کشیدن هیچ فایده نداره. نه هم گفت نشه داره هیچ چیزی نه. حتی به روزه خو هیچی بعد از روزه هم فایده نداره. روزه خو بیشتر مردم هستن که نسوار میندازه، البته سیگار خو باشه به جای، حتی خود یک گپ زدن نمیشه. خیلی برادرای هستم اینجا. بفهمیدین. بسیار خوب. تشکر از شما. خوشحال شدیم دیدار. بخیر باشید. خب دوستای نازنین، خدا کنه تا به این لحظه برنامه برای شما خسته کن نبوده باشه. در کنار برادر هستیم. لاله جان سلام. علیکم سلام. ساعت شما خوبه؟ شما خوبه؟ چجوری؟ سلامت باشید. زنده باشین. گپ بزنین روزه برده شما یا نه امیت اخلاق شما نه که ضعیف صحبت میکنین؟ نه روزه داریم. کمک بلندتر صحبت کنین. روزه داریم. روزه دارین؟ بله. بسیار خوب. از چند سالگی روزه میگیریم؟ از چند سالگی؟ از 15 سالگی. خب حدودا چند سال میشه؟ سن شما چنده؟ 23. خب امسال به نظر شما روزه گرمه هوا یا سرده؟ نه تبدیله. برابره؟ برابر است. دوستای نازنین، خدا کنه برنامه تا به این لحظه برای شما خسته کن نبوده باشه. ما دنبال کنیم یک برادر اینجا شیشته هم میگم 60-70 کیلو 60-70 کیلو درد دل دارم. من نمیفهم درد دل از اینا چی بابت از چی حسابیه. لالا جان سلام. سلام علیکم. صحت شما خوبه؟ شکر الحمدلله. زنده باشیم. نام شریف شما؟ عبدالقوی. خب همین درد دل شما از چی بابتیه؟ از کاروبار برور. یعنی از زور کاروبار شما خوبه؟ بیخی خرابه، از خوبم تیره. خب این بساط شما نه؟ بله. خب کرا میدید؟ نه می خودم اینجا 12000 وجازه شما بله. او دیکونی گفته میشه؟ بندام دیکونه 12000 کرانه حالا. خب این مال دولت کنی یا شخصی فکر کنی؟ شخصی بله. خب این که امی خود شخص هم که بشین اندازه یک چوکی هم نیه. اشته 12000 کرا میده؟ نه 12000 کلا خو میره رقم دیگه، شرایط کو میره رقم 12000. خب شما پیشنهاد ندادن که این کرایه کم کنم؟ 2000 کم کردم، 10000 کردم. 10000 روپیه. 10000 روپیه. خب پس دکونا کلون چنده؟ 60 سالک باشه؟ 60 70 80 1 لک دیگه برخورد نداره دیگه. به خاطر همین که اینجا جاده لیلامی. اینجا جاده لیلامی خیر بینی. خب بسیار خوب. یک دست لباس به چگونه؟ بله. همین که به دست منه 100 افغانی قیمت از این شما بخریدیم به خاطر که 10000 افغانی کرایه میدیم. برو از این بعد شما چندی بیارین که برای شما حلال باشه؟ یعنی اون دیگه به دست ما نمیفهم بزالو که چند بری بکشیم. 30% 20% بگرم بکشیم بری. یعنی اگه 20 روپیه از این به شما بمونه انصاف میدیم ولی اما به دعای هم فایده میدیم. خب یعنی انصاف نمیشه. انصاف که چی که بسر باشه دیگه من چیزی که بخریدم اون رقم دادم. بس خاطر چی که خاطر سوداش کرایه دیکون خرج خونه از اون دفرشان قرض داره. خب همین ماه مبارک رمضان سودا شما بی‌ترتر یا پیش از روزه؟ پیش از روزه دیگه می تقریبا 1 سال میشه کاروبار میره قانون دیگه روز بدتر شده میره بی‌تر شده نه. علتی چیه؟ علتی دیگه اول خود جنگا بود. بعدم دیگه خود شما شرایط میفهمید دیگه کاروبار نه. بسیار خوب. راضی هستم از زندگی. راضی که شکر دیگه بر حالتی که انسان باشه بعد روزات الله داشته باشه دیگه. الهی شکر. بسیار
دوستای نازنین، خدا کنه تا به این لحظه برنامه برای شما خسته کن نبوده باشه. ناگزینی که با شما خداحافظی کنیم. دوستای نازنین، سابسکرایب، لایک، شیر حیات شما نره. کانال هرات برگ فراموش نکنیم. تمام ویدیو ما داخل کانال یوتیوب کانال هرات برگ به خدمت شما هسته. تا به روز بعد شما رو به الله پاک میسپاریم. خدا حافظ و نگهدار همه شما باشه.